هم این عشق دل من آروم بشه، هم اگه خدا بخواد یک پسری از تو به دنیا بیارم و همین که اسب تو پیدا میکنم برات. تا اینجای شاهنامه با روحیات رستم آشنا شدیم و میدونیم که عاشق شکار و تفریح و شراب و اینجور چیز هاست. یک روز که رستم دلش گرفته بوده، هوس شکار میکنه، میره که یک حال و هوایی عوض کنه و از زابل راه میفته، میره به سمت حوالی مرز توران دوباره و یک دشتی پیدا میکنه که پر از گورخر هست، شکار مورد علاقه رستم، و چند تا گورخر شکار میکنه، یکم حالش خوب میشه و یکی از اونها رو میاره که کباب کنه، یک آتیشی درست میکنه، یک درختی رو از جا میکنه و اونو به عنوان سیخ استفاده میکنه ازش، یعنی درخت به اون بزرگی رو میزنه به یک گورخر درسته و کبابش میکنه. میگه ابعاد رستم اینجوریه. یه شوخی هست توی کرمانشاه، یه میدانی بوده که یک شعله گازی اونجا بوده، آتیش ازش می اومده. مردم محلی کرمانشاه به اون میدون میگفتن فندک رستم. ابعاد رستم اینقدر بزرگه که اون مشعل فندکش بوده، باش مثلا چپقش رو روشن میکرده. سیخ کباب استاد هم درخت بوده و به هر حال یک گورخر درسته رو کباب میکنه، میخوره و یک چرتی طبق اون عادت و روحیاتش که خواب و دوست داره یک چرتی هم میزنه. موقعی که رستم خواب هست، چند نفر از تورانیا میان و 7-8 نفری رخش رو به بند میکشن و همراه خودشون میبرن که بفروشنش. رستم از خواب بیدار میشه و رخش رو نمیبینه، اعصابش میریزه به هم، کلش خراب میشه، اسب منو بردن. جدا از اینکه یک وسیله نقلیه هست، اسب توی داستان‌های باستانی یک اعتبار و آبرویی هم هست برای طرف و میگه اسب منو بردن، حالا من این همه نیزه و کلاهخود و ابزار شکار و اینا رو من چجوری بردارم ببرم زابل؟ اصلا جدا از همه اینا مردم پشت سرم چی میگن؟ میگن رستم رفت اونجا خوابید یا مرد که اسبشو بردن و این نفهمید. و خلاصه با یک روحیه خراب رد پای رخش رو پیدا میکنه، پیگیری میکنه تا میرسه به شهر سمنگان. این شهر سمنگان جایی هست نزدیک غرجستان امروزی توی افغانستان، شرق افغانستان، و رستم تا اونجا دنبال اسبش میره. خبر میرسه به شاه سمنگان و بهش میگن رستم اومده توی شهرت دنبال رخش. شاه سمنگان هم سریع بزرگان شهر رو میفرسته به استقبال رستم که دعوتش کنید بیاد. بزرگان سمنگان هم که میرن و رستم رو میبینن حیرت زده میشن از بزرگی و عظمت و خوشتیپی رستم. شاه سمنگان هم جلو میره، شخصا استقبال میکنه از رستم و میگه ما توی این شهر همه هوادار تو هستیم. حالا درسته اینجا تورانه ولی ما همه خیرخواه تو هستیم، دوستدارت هستیم، منت گذاشتی اومدی اینجا شهر خودته، ما همه نوکرتیم. رستم یه ذره اعصابش آروم میشه و برای شاه سمنگان توضیح میده که آقا اسب من گم شده، من رد پاشو گرفتم و رسیدم به شهر شما، اگر کمک کنید این اسب من پیدا بشه من خوشحال میشم، قدردانی هم میکنم ازتون، ولی اگه پیدا نشه خون به پا میکنم توی سمنگان. شاه سمنگان میگه قربان خیالت راحت باشه، از رخش که 10 تا 15 تا نداریم، یه دونه رخش هست گم نمیشه، ما اینو برای شما پیدا میکنیم، امشبم تشریف بیارید خونه ما، کاخ ما در خدمتتون باشیم. رستم هم که اسم مهمونی و شراب و اینها میاد خوشحال میشه، خیالش راحت میشه، دعوت شاه سمنگان رو قبول میکنه و همه میرن توی کاخ شاه سمنگان. شاه سمنگان هم بزرگان رو دعوت میکنه، یک مهمونی مفصل و شام و شراب و موزیک و رقص و همه چیز تمام. رستم هم یک چند ساعتی میشینه، کیفشو میکنه، اجازه میگیره از بزرگان و میره برای خواب. شاه سمنگان هم یک اتاق مجلل و خوب و بزرگی برای رستم فراهم میکنه که رستم بره اونجا استراحت کنه. چند ساعتی که میگذره در اتاق رستم باز میشه و یک صدای پچ پچی میاد، یک کنیزی با یک شمعی وارد اتاق رستم میشه
و پشت سر اون کنیز هم یک خانم زیبارویی با کمالاتی وارد اتاق رستم میشه. رستم بیدار میشه، از جا میپره و اصلا دهنش باز میمونه از زیبایی و جمال اون خانومی که وارد اتاقش شده و میگه بسم الله، تو دیگه کی هستی این وقت شب اینجا چی کار میکنی؟ اون خانوم هم جواب میده من تهمینه هستم، من دختر شاه سمنگان هستم و توی زیبایی و جمال و اندام و اینجور چیزها من همین یه دونه هستم توی این قلمرو. هیچکی به زیبایی و خوبی من نیست و هیچ جفتی هم ندارم، هیچ کس نیست که لایق من باشه و با همه این اوصاف من مدت هاست که یواشکی عاشق تو شدم، دلاوری های تو رو شنیدم، اینکه شیر و اژدها و دیو رو میکشی، تنهایی توی توران میای برمیگردی و خلاصه من عاشق تو شدم و قبل از تو هم عاشق هیچ کس نبودم، بعد از تو هم عاشق هیچ کس نخواهم بود و خلاصه همین یک باره و من الان اینجام هم این عشق دل من آروم بشه، هم اگه خدا بخواد یک پسری از تو به دنیا بیارم و همین که اسب تو پیدا میکنم برات. رستم هم که همین جوریش محو زیبایی این خانوم بود، اسم رخش هم که میاد دیگه از خود بی خود میشه و برنامه میکنن. خلاصه توی بعضی از روایت های شاهنامه خواستن یه ذره شرعی کنن قضیه رو و گفتن همون شب عاقد میاد و خواستگاری میکنه از شاه سمنگان و نه، این حرفا جعلیه، این اتفاقا نیفتاده. تهمینه یک شب میاد پیش رستم همینجوری، صبح روز بعد هم موقع خداحافظی یک مهره ای از بازوی خودش باز میکنه که حالا احتمالاً یک مهره خاصی بوده، یک هرزی، یک دعایی بهش بوده، اسم اعظم خدا روش بوده و اون رو به تهمینه میده و میگه اگر بچه‌ای به دنیا اومد، اگر دختر شد اینو به موهاش ببند و اگر هم پسر شد اینو به بازوی اون پسر ببند و بعدش هم از شاه سمنگان و بزرگان اونجا خداحافظی میکنه، سوار رخش میشه و مثل برق برمیگرده ایران و این توی ذهنش میمونه که یک اتفاقی با همچین کیفیتی افتاد و هر وقت فرصتش پیش میومد بنا به مناسبت این موضوع رو تعریف میکرد. به هر حال 9 ماه بعد پسر رستم به دنیا میاد از تهمینه، چهره و ابعاد مثل خود رستم، بزرگ، خوشتیپ. تهمینه هم اسمشو میذاره سهراب. سهراب خیلی سریع بزرگ میشه، وقتی 3 ساله میشه شروع به کشتی گرفتن میکنه، وقتی 5 ساله میشه تیراندازی میکنه، کارهای دلاوری و جنگاوری انجام میده و وقتی 10 سالش میشه هیچ کس توی توران پیدا نمیشد که حریف سهراب بشه از نظر قدرت بدنی و جنگاوری و پهلوانی. یه روز سهراب با تندخویی و گستاخی میره پیش مادرش و میگه راستشو بگو، من کیم؟ پدر من کی است؟ چجوریه که من اینقدر قویم و توی این سن کم هیچ پهلوانی حریف من نیست؟ راستشو بگو، من کی هستم؟ و اگه راستشو نگی من همینجا میکشمت. تهمینه به سهراب میگه پسر جون مؤدب باش، آروم باش، تو پسر رستم هستی، تندی نکن، خوشحال باش. پدر تو رستمی هست که همه دنیا عاشقش هستن، پهلوان شماره 1 ایران هست، با کمندش خورشید رو میتونه اسیر کنه. تو از این موضوع باید خوشحال باشی. یک نکته اساطیری من اینجا بگم، اینکه شاهزاده سمنگان بچه‌ای داشته باشه که پدرش معلوم نباشه تا 10 سال 12 سال، حالا هرچی، این خب همچین منطقی نیست. از نظر اسطوره‌ای بعضیا این احتمال رو میدن که تهمینه، این شاهزاده سمنگان، یک نیمه انسان نیمه پری هست، چون توی افسانه‌های سکایی و سیستانی خیلی داریم که پریها یا کلا نیمه انسان‌هایی که از جنس پری یا اژدها هستند رابطه تنگاتنگی با پهلوانان سکایی دارن، برای اونها دام پهن میکنن که از اونها بچه دار شن و این ژن پهلوانی رو به نسل بعد خودشون انتقال بدن. مثلا مادر خود رستم رودابه است دیگه که یه ضحاک زاده بوده، یک اژدها زاده بوده. این رگه هایی از اساطیر سیستانی توی اصل داستان تهمینه و سهراب و اینها به چشم میاد و میشه حد زد که از نظر اسطوره‌ای این تهمینه خودش یک پری هست و اصلا چه بسا روز اول
خود تهمینه بوده که یک دامی پهن کرده و رخش رستم رو گروگان گرفته که رستم بیاد و از رستم بچه‌ای بیاره. حالا بگذاریم اینها توی شاهنامه نیست، اینها ریشه های خیلی اسطوره‌ای این داستان هست که چون با نمک بود من یه اشاره‌ای بهش کردم. حالا به هر حال تهمینه برای سهراب توضیح میده که پدر تو رستم هست، اما این رو به عنوان یک راز باید نگهداری، نباید کسی بفهمه، چون اگر به گوش افراسیاب برسه اون میاد و تو رو توی لشکر خودش میبره و خطرناکه، خلاصه بلایی سرت میاد و تو از من دور میشی و من نمیخوام اینجوری بشه. اما سهراب نظر دیگه ای داره و میگه نه، پدر من رستمه، وقتی همچین پدری دارم و منم همچین پسری هستم، اصلا افراسیاب و کیکاووس و اینها دیگه کیان؟ کسی دیگه ای نباید شاه باشه. من الان یک لشکری آماده میکنم، حمله میکنم به سمت ایران، رستم رو پیدا میکنم، کیکاووس رو زیر میکشم، پدرم رو میکنم پادشاه ایران و بعدش هم برمیگردیم توران، حساب افراسیاب رو میرسیم. این کس دیگه حق نداره پادشاه بشه وقتی رستم و سهراب به این پهلوانی و به این بزرگی پدر پسر هستن.